دلمه برگ کلم یه غذای سنتی و خوشمزه است که می‌خوایم امروز به روش مامانم درستش کنیم. برنج و لپه رو بپزین و کنار بذارین. پیاز داغ کنین، گوشت چرخ شده رو بهش اضافه کنین و خوب هم بزنین تا گوش اینجوری باز شه. حالا رب رو اضافه کنین و اجازه بدین رب خوب تف بخوره و رنگش به این صورت قرمز شه. ادویه ها رو بریزین، بوی عطر ادویه که بلند شد، لپه و برنج پخته شده رو اضافه کنید. خوب هم بزنید. سبزی دلمه رو خورد کنید. هرچی سبزیش بیشتر باشه خوشمزه تر میشه. حالا یه لیوان آبگورو و پیاز داغای آماده مامانم. اون قسمت سفت وسط کلمبرگ رو خارج کنید و بذارین تو آب جوش یه رو بجوشه. به این راحتی برگا جدا میشه، نرمم میشه، موقع پیچیدن دیگه ترک نمیخوره. این قسمت سفتش هم جدا کنید، مواد رو بذارین لاش و اینجوری بخچه پیچ کنین. خیلی راحته. اون کلمبرگای وسطش هم که اضافه میاد و قابل پیچیدن نیست بذارین کف قابلمه، بچینین